درود دوستان. امروز هم فشارهای خارجی هست، هم توضیحات داخلی هست. اوضاع داخلی چند تا منبع مختلف رو با هم بررسی میکنیم و با همه اینها تقدیمتون میکنم اپیزود 39 پادکست پندار رو. قبل از اون ازتون دعوت میکنم که اگر مایل هستید و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، کانال رو سابسکرایب کنید، تیک زنگولش رو بزنید که هر روز به محض اینکه پادکست اپیزود جدیدش منتشر میشه بتونید از اون مطلع بشید و بهش دسترسی پیدا کنید. منابع متنوع‌تری از روزهای گذشته رو امروز با هم بررسی می‌کنیم، از اقتصاد و دیپلماسی گرفته تا مسائل داخلی و فرهنگی. دقیقاً می‌خوایم ببینیم این گزارش و تحلیل‌ها کنار هم چه تصویری می‌سازند امروز، از گزارش‌هایی که درباره هسته‌ای تا حرف‌های منتقدان داخلی و چهره‌های مدنی. بحث مذاکرات هسته‌ای هست، فشارهای خارجی و صدای اعتراض‌ها و راه‌های گذار. با همین فشارهای بین‌المللی و قضیه هسته‌ای بذارین شروع کنم. منابع میگن وضعیت خیلی حساسه. بلومبرگ، رسانه بین‌المللی خارجی، مثلا گفته ایران یه پیشنهاد سرمایه‌گذاری خیلی بزرگ مثل اینکه 1 تریلیون دلاری به آمریکا داده توی مذاکرات که تحریم‌ها کم بشه. جالبه. ولی همزمان میبینیم که مثلا رویترز و ایندیپندنت فارسی از قول وزیر امور خارجه فرانسه هشدار دادن و تهدید به تحریم‌های بیشتر و شاید مکانیزم ماشه در لفافه کردن. گفتن که ایران از تمام نقاط و خطوط عبور کرده و به سلاح هسته‌ای نزدیک شده و اینکه اروپا برای بازگرداندن تحریم‌ها فعلا دیگه تهدیدی نداره. این یه هشدار خیلی جدی به نظر میرسه. خب این گزارش‌ها رو بذاریم که داره حرفای شهران تبری کیه؟ نماینده یک انجمن در انگلستان بوده و عضو جبهه 7 آبانه. او گفته که درباره نتانیاهو حرف زده که اون اصرار داره مدل لیبی توی توافق پیاده بشه. یعنی چی؟ یعنی کلا غنی‌سازی برچیده بشه و حتی تهدید نظامی هم کرده. آره این یعنی فشار حد اکثری. و خب فضای دیپلماتیک از طرف اونا خیلی داره بسته میشه و فشار میارن به آمریکا. حالا وال استریت جورنال هم همینو گفته امروز. میگه اختلافات داخلی سر غنی‌سازی و موشکی هنوز برقرارند و این کار رو توی مذاکرات سخت کرده. حالا این فشارهای بیرونی رو هست و داریم. فشارهای داخلی چطور؟ اونجا هم صداهای مختلفی هست، خیلی هم متفاوت. مثلا احمد زیدآبادی که این روزها خیلی هم زیر ضرب انتقاد مخالفاست به خاطر اظهار نظرهایی که کرده، از جمله اینکه گفته قاجاریه بهتر از پهلوی بوده و بهتره بریم یک شاهزاده ای رو از شاهزادگان مثلا احمد شاه بیاریم به عنوان تمسخر گفته. حالا از تغییر موضع برخی حامی‌های سابق سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی انتقاد میکنه. میگه کارشون رسیده به اهانت به مسئولان. بله ایشون معتقده اینا دیگه از نقد عبور کردند و دنبال تنشه بیشترن، شاید جنگ. از اون طرف یه نگاه کاملا متفاوت هم هست. مصطفی مهرائین خیلی هم فعال این روزها. مهرائین که پیروزا توی 2 قسمت مناظره در استودیو پات بود با حاتم قادری و با صدیقه بسمقی شرکت کرد و اونجا درباره مراحل گذار یک مجمع مورد اعتماد ملی اینها صحبت میکردن. حالا یک نامه‌ای دوباره داده و مستقیم با مردم سعی کرده حرف بزنه، از یه جور سوگواری جمعی میگه برای این وضعیت. بعد یه سوال کلیدی میپرسه، اینکه چگونه میشه قدرت حاکمان رو محدود یا مهار کرد. بعد هم یک راهکار به قول خودش کانتی پیشنهاد میده. فکر کن اطاعت کن. فکر کن اطاعت کن. یعنی چی؟ یعنی میگه در ظاهر مجبور به اطاعت شاید باشی ولی مهم اینه که تو فکر و اندیشت مستقل و منتقد بمونه. اینجوری خرد جمعی شکل میگیره و در بلند مدت اثر میذاره. یه جور تاکتیک برای حفظ استقلال فکری در شرایط سخت به نظر میرسه. ولی خب این کافیه، چون همزمان صداهای خیلی زیاد و قوی و متفاوتی داریم و در میان اونها یک اظهار نظر دیگه هم هست که خب خبری شده. نرگس محمدی که از زندان مرخصی اومده حالا داره گفتگو میکنه با حسین رزاق باز در استودیو پات. محمدی با این نگاه مهرائین به نظر خیلی موافق نمیاد، اما خیلی هم هستند که با خود نرگس محمدی مخالفت جدی دارن در این قضیه. خیلی صریح میگه این سیستم اصلاح پذیر نیست. از چه مفاهیمی استفاده میکنه؟ از کلیدواژه‌های مثل استبداد دینی حرف میزنه، یعنی قدرتی که مشروعیتش رو از دین بگیره و مخالف رو حذف کنه، و حتی آپارتاید جنسی. منظورش چی از آپارتاید جنسی؟ تبعیض سیستماتیک علیه زنان. بله، تبعیض ساختاری و قانونی علیه زنان. ایشون معتقده تنها راه گذار رسیدن به دموکراسی سکولاره و هیچ راه دیگه ای نیست و برای اون باید تبعیض سیستماتیک علیه زنان برداشته بشه. خب خیلی‌ها پرسیدن آیا اون کسی که خودروش یا کامیونش الان توی بندر رجایی شهر سوخته به خاطر زن بودنش که این اتفاق براش افتاده،
یا اون کسی که برق و آب نداره این روزها یا اینترنتش قطع یا فیلتره چه ربطی به زن بودنش داره؟ دو تا نکته کلیدی هم داره صحبتاش معمولا. یکی این که درباره کلمات مثل مقاومت مدنی هست و خیلی هم فریاد میزنه تو بحث‌ها و گفتگوهاش، و دیگه این که مسئله زنان رو خیلی محوری میدونه که البته این هم مورد انتقاد عده‌ای هست. دومی که خیلی هم روش تاکید داره ضرورت گفتگوه، یه موضوع بعدیش، اما نه با حاکمیت. اون میگه باید گروه ها با هم و بین گروه های مختلف مذاکره بشه، اما انگار همزمان داره خودش رو به عنوان یک رقیب غیر قابل گفتگو برای قشر ملیگراتر هم مطرح میکنه. این یک تناقضی توی صحبت ها و گفتار و رفتارش رو ممکنه نشون بده. میگه باید گفتگو کرد. همین گفتگو خودش بخشی از فرآیند یک مبارزه است و نظری که این روزها خیلی هم نقد میشه. اما بیرون بنبست دیپلماتیک داریم، در داخل داره روی گفتگو تاکید میشه، البته استثنا بین مخالفان. و تفاوت نگاه ها هم وجود داره. مثلا انتقادها بین اپوزیسیون، بین گروه های مختلفی که خودشون رو اپوزیسیون مینامن، یکیشون ویدئوییه که مجید محمدی ارائه داده به عنوان بنبست بلاهت و امروز به کریم سجادپور پرداخته، همون کسی که همایشی رو مدیریت کرد که اون در واقع ائتلاف مهسا از دل اون بیرون اومد که موفق هم نبود و هنوز هم محل بحث. به کریم سجادپور اتهام سطحی نگری میزنه، میگه زیادی با دموکرات‌های آمریکا همسوه و جنبه‌های مهم ساختار فعلی رو چه در حکومت ایران چه در جامعه ایران نمیبینه. این نشون میده که چقدر مهمه که ما به یک منبع اکتفا نکنیم و نگاه انتقادی داشته باشیم، منابع رو نسبت به هم بسنجیم. فهم دقیق‌تری به ما ارائه میده و جلو میبره. یک گفتگو هم هست که مهدی نصیری با زرتشت ستوده انجام داده. زرتشت ستوده اردبیلی، کارشناسی که درباره مسئله یگانه پرستی، زرتشت و آیین زرتشتی و آیین‌های ایرانی تخصص داره. اما این چجوریه که به بحث امروز رفت پیدا میکنه؟ ستوده تاکید میکنه زرتشت بنیانگذار یگانه پرستی و خردگرایی بوده تو ایران باستان و حتی روی فلسفه غرب هم تأثیر گذاشته. خب این درک ریشه فکری مهمه، هم برای نقد اون استبداد دینی که نرگس محمدی مدعیه که داره باش مبارزه میکنه، هم برای فهمیدن ارزش‌هایی مثل خردگرایی توی فرهنگ خودمون. مثلا ستوده میگه اهریمن یک خالق جدا نیست، نماد تاریکی و دروغه که باید با اندیشه و گفتار و کردار نیک باهاش جنگید. این تاکید روی خرد و مسئولیت فردی میتونه این زاویه دید متفاوت برای امروز ما به اون بده. این موضوعاتیه که امروز در فضا و سپهر سیاسی غیر رسمی ایران مطرح شده، موضوعاتی که هم به تهدیدهای بیرونی میپرداخت هم به داخلی و شاید میتونه یک تصویر واضحی از دغدغه شهروند مسئول ایرانی رو در امروز در اردیبهشت 1404 به ما نشون بده. ممنونم از اینکه همراه من بودید. یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید، تیک زنگوله رو بزنید و برای حمایت از این کانال و پادکست پندار کامنت بذارید، لایکش کنید و همراه من باشید. تا ویدیوی بعد خیلی زود، خدا نگهدار.